فرمود هر جا اگه حالی باشه، مشتری باشه، خریدار باشه، پسرم بگو عراقی گفت فاطمه در بقیع دفن شده. چشم. گفت خوب گفتی، مدرک میخوام. اگه گفتم مدرک چیه، بگو طبیعتا یه زن و شوهر ازدواج کردن خدا براشون چند تا اولاد میده، یه تا سن 17 دلار زنه. اون اولیشو خیلی براشون دوست داشتنی میشه، اولین اولاد. از گذار بچه خوبم شاید نباشه اما دوستش داره، سوالرونه. فاطمه جبرائیل گفت که آینده چی میشه، حسن وضعش چی میشه، حسین میره کربلا، جریان چی میشه. اخبار جبرائیل به فاطمه گفت. پس فاطمه میدونست که نمیذارن حسن رو در حرم دفن کنن کنار جدش پیغمبر، میارم بقیع. گفت علی جان منو ببر بقیع دفن کن، اگه حسن اومد تنها نمونه. چرا؟ چون اولین پسرشون، اولین اولادشون حسن بوده. غرض فاطمه زهرا سلام الله علیها انشاءالله عوض بده براتون. اینو تکرار کنم تمام کنم. میدونه چرا فاطمه از قبر میترسید؟ جبرائیل گفته بود که به علی سفارش کن مواظب قبرهات باشه، مبادا اینا میخوان نبش کنن. سربسته کنایت و ابلغ من التصریح، در کنایه گفته بود که علی جان من از قبر میترسم، نه اینکه اونجا عمل کم دارم. رسوندم یا نه؟ یعنی از وضع به هم خوردن قبر، مخفی بودن قبر میترسم، پاتو از قبرم نکش. اون شب گفت علی حالا امشب برو به خونه. حسین بیدار شده داره گریه میکنه، گریه حسین منو ناراحت میکنه. علی برگرد. بعد اینطوری میگم که برای گریه کردن به حسین، فاطمه در اون عالم ملکوت هم گریه میکرد. حسین اصلا با گریه مشهور şudur. Çoxlar ağladı. İki gözünlə ağladı. Bir de ne deyirəm, eşitmeyenin hoş saadetine. Ama der Kerbela yine nefer با یه چشم گریه کرد. Kim idi? Əbəlfəzdir. Başını koydu dizin üstüne. Birden ağladı. Dedi kardeş niye ağlırsan? Lime tabki yabne abi. Atam oğlu neye ağlırsan? Dedi ağacan. Ağacan ölürəm bax. İstəyirəm sənə baxam ağlayam öləm. Ağlamağın ərzişini Əbülfəz qəblə şəhadəti ruh bədəndən çıxan nişan verdi. Qoyanda qəbrə cismimi kaş öləydim mən, kaş öləydim mən. Belim büküldü Fatıma, bu musibetler, bu musibetler. Kucaklayıp dizleri merdi Xeyberken, merdi Xeyberken dağıldı yarı yaverim. Ağlaram Zehram, ağlaram Zehra. Kararımı berine. Vay